انسان بینماز هر روز 5 وقت که نماز نمیخوانه از شیطان خدا بتر میسازه و خدا شیطان از اون نفرت میکنه. شیطان میگه که پروردگارا من خود سجده به آدم نکردم، سر من لعنت نازل کردی. شیطان خداوند گفت که برای آدم سجده احترام بکن. شیطان احترام نکرد، غرور کرد، لعنت خدا سرش نازل شد. و این انسان خدا میگه که برای من سجده کن، سر از این 2 لعنت نازل میشه که حکم خدا را نکرد و به خدای ذوالجلال سجده نکرد. انسانی که 5 وقت نماز نمیخوانه 5 مرتبه روزانه سرش 2 لعنت خدا نازل میشه که 5 ضرب 2 10. روزانه 10 مرتبه سر انسان بینماز لعنت خدا نازل میشه. آیا سر کسی که لعنت نازل شد و در عربی وقتی که علمای که عربی را میفهمن یارا پرسان کردیم گفتیم ما معنی لعن چی را میگه؟ گفتن اللعن الطرد من رحمت الله سبحانه و تعالی. لعنت چی است؟ یک نفره که طرد کنی از رحمت خداوند متعال جل جلاله. پس انسان بینماز از رحمت خداوند متعال جل جلاله بی نصیب میشه. انسان بینماز دشمنی خود با خداوند متعال جل جلاله اعلان کرده. و ما وقتی که نماز میخوانیم نمیتونیم برادرای مسلمان اگر راست پرسان بکنیم او شکلی که خدا گفته و او شکلی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته. انسان با ایمان کوشش میکنه که بعد از ایمان به غیب